سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 9 مارس است و من عبدالله اشروف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت دوشنبه 2 به وقت مسکو 12 و در پراگ رسانده است. حالا تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. ساکنان دهه لوغری پایان در شهر راغون تاجیکستان میگویند با قرار کوچانیدن خانه‌هایشان به منطقه بالای دهه که مقامات صادر کردند راضی نیستند. آنها طلب دارند که مقامات در وادی‌ها و زمین‌های هموار در ناحیه فیض‌آباد، وحدت و یا رودکی برای آنها قطعه‌های زمین جدا کنند. بنابر بنیاد آبانبار نیروگاه راغون، زمین خانه‌های ساکنان این دهه زیر آب میماند و باید کوچانیده شود. چند از ساکنان دهه که روز 9 مارس با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که مکانی که مقامات برای کوچانیدن منزل‌های آنها پیش بینی کردند کوهستان بوده، راه و خط برق ندارد و زمستان سرد و طولانی دارد. سعید یوسفوف، یک ساکن دهه لوغری پایان میگوید جایی که مقامات اصرار دارند خانه‌های آنها کوچانیده شود منطقه دامنه کوه است و زمستان سرد دارد. اینجا قریب 7 ماهش زمستان است، برف بلند میبارد. ما میخواهیم که ما را به جایهای همواری و آبادتر در ناحیه وحدت، رودکی و یا فیض‌آباد کوچانند، گفت او. در همین حال سنگلی شویف، رئیس جماعت سیچراغ، گفت با رضایت خود ساکنان 48 خواجگی که از 94 عائله عبارت است به زمین‌های 5 کیلومتر بالاتری دهه کوچانیده می شود. او گفت قرار حکومت در این باره صادر شده است و آنها از روی آن عمل خواهند کرد. به گفته او در جای نو برای ساکنان همه شرایط‌ها از جمله مکتب، بیمارخانه ساخته خواهد شد. تا کنون به گفته مقامات خانه‌های ساکنان دهه 400 و سیچراغ کوچانیده شدند چون به زودی آنجا زیر آبی آبانباری نیروگاهی راغون میماند. محمد باقیروف، یکی از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، از بیمارخانه شهر خاروخ مرخص شد. نزدیکانش او را به نشانه‌های زهرآلودشوی که اشاره می‌کردند بستری کرده بودند، ولی پزشکان بیماری او را به سینوسیت و سرایت ویروس ربط دادند. برگ گل محمد باقیرو و دختر او روزی 8 مارس به رادیو آزادی گفت پدرش از بیمارخانه جواب شده سلامتیش عین حال خوب می باشد، اما نزدیکانش میگویند تا به حال برای آنها روشن نشده است که تشخیص بیماری او که بستری شد بود چی است. پزشکان بیمارخانه خاروخ نیز تا کنون به طور رسمی درباره بیماری او چیزی نگفتند. محمد باقیرو فرمانده پیشینی 58 ساله یک هفته باز در مرکز طبی آقاخان در شهر خاروخ بستری بود. محمد باقیروف که در ولایت کوهستان بدخشان همچون لیدری غیر رسمی معروف است، سرهنگی بازنشسته نیروهای مرزبانی تاجیکستان می باشد. بار آخر نام او در سال 2018 در سرخط رسانه‌ها پیدا شد زمانی که رئیس جمهور امام علی رحمان به بدخشان رفت و سرکرده‌های غیر رسمی منطقه را تنقید کرد. بعداً خبرگزاری رسمی خاور از طالب ایانبکوف، محمد باقیروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاریف و منور شنبیف به عنوان سرکرده‌های گروه‌های متشکل جنایی نام برد. خود آنها این اتهام را بی اساس خواندند. در تاجیکستان نسبت 243 نفر پدرانی که پول الیمنت فرزندان خود را پرداخت نکردند پرونده جنایی باز شده است. در این باره خدمات اجرایی تاجیکستان روز 8 مارس در یک اظهارات خبر داد. در اظهارات خدمات گفته می شود سال 2020 بنابر برقصدانه سرکشی کردن قرضداران از پرداخت مبلغ الیمنت با پیشنهاد اجراچیان از جانب دادستانی کل نسبت به 243 نفر پرونده آغاز شده است. در تاجیکستان به اطلاع خدمات اجرا زیاده از 71,000 حجت اجرا وابسته به ستانیدن مبلغ الیمنت عین حال وجود داشته است. قانون‌های تاجیکستان پدرانی که از همسر جدا شده فرزندی مشترک دارند موظف می‌کند که الیمنت فرزندانش را پرداخت کنند. موافق قانون والدان برای یک فرزند 4-1، برای 2 فرزند 3-1، برای 3 فرزند و زیاده از آن نصف مزد مهنت خود را عهده دارند همچون الیمنت پرداخت نمایند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در شبانه روز اخیر در تاجیکستان یگان حالت نوی گرفتارشوی شهروندان به بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. به گفته وزارت در مجموع تا امروز 8 مارس در کشور 13308 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. بر اثر این بیماری 90 نفر فوتیدند. کارشناسان مستقل به آمار رسمی گرفتاری و مرگ و میر از کووید 19 با چشم شبهه می‌نگرند و میگویند احتمال شماره قربانیان و گرفتاران این بیماری به مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد.
ایالات متحده آمریکا معرکه پیشنهاد معلومات بردروغ درباره واکسین‌های ضد کووید استحصال آمریکا را که از طرف روسیه راه اندازی شده است محکوم نموده وعده داده است که با هر وسیله امکان پذیر پاسخ خواهد داد. 8 مارس نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت روسیه با استفاده از حیله‌های کهنه میان مردم درباره واکسین‌هایی که حیات انسان‌ها را نجات می‌دهد اطلاعی بی اساس پخش می‌کند. 7 مارس روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبر داد که خدمات اکتشافی روسیه با سامانه ارتباط دارد که درباره واکسین‌های ضد کووید تصویب شده در ایالات متحده آمریکا معرکه پیش برده سعی دارند اعتمادی مردم را به واکسینه سپوتنیک روسیه بیشتر کنند. سخنگوی قصر سفید جن پساکی هم ابراز داشت که بر ضد معرکه بدنامکنی واکسین‌های استحصال آمریکا مبارزه خواهند برد. زلمه خلیلزاد فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در جریان توافقش در پاکستان با فرماندهان نظامی این کشور گفت که اسلام آباد در روند صلح افغانستان نقش مهم دارد. خلیلزاد و اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان 8 مارس در شهر راولپیندی با جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر فرماندهان بلند مقام پاکستانی ملاقات نمودند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن دستور داده است که تطبیق سازش ایالات متحده آمریکا با طالبان که ماه فوریه سال گذشته در قطر به امضا رسیده بود مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. همچنان روزهای اخیر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن یک عده اقدامها را برای احیای مذاکرات صلح افغانستان با طالبان پیشکش کرده است. 2 نفر مهاجر کره تاجیک در شهر سنت پترزبورگ یک مرد همجنسگرا را لطوکوب نموده 15,000 روبل روسی و تلفن موبیل او را غارت کردند. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ خبر داده گفته است نسبت این 2 نفر پرونده جنایی باز شده است. نظر خود مهاجران در این باره دسترس نیست و آنها عین زمان در بازداشت قرار دارند. پلیس از آنها نام نمیبرد، تنها گفته میشوند آنها شهروندان 21 و 23 ساله تاجیکستان هستند. آنها با یک نفر رسامی 32 ساله همجنسگرا توسط اینترنت آشنا شده بعداً پیشنهاد واخوری با او را کردند. با گفته پلیس پس از واخوری یکی از مهاجران برای رسامی 32 ساله یک مشت میزند و دیگری با اشیاء مانند به کار تهدید نموده از او 15,000 روبل روسی و یک تلفن موبیلی را زوراً گرفته از جای حادثه غیب میزنند. پس از شکایت رسامی همجنسگرا پلیس حمله‌وران را پس از 2 هفته بازداشت کرده است. منیژه سنگین آوازخوان جوانی تاجیکی مقیم روسیه این کشور را در آزمون آوازدار یورویدین در شهر راتردام هلند نمایندگی خواهد کرد. سبقت آوازخوان‌های روسیه برای شرکت در یورویدین شام روز 8 مارس در تلویزیون شبکه اولی روسیه مستقیما دایر شد. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار با ترانه روسکا ژنشینا و راشن وومن در سبقت با به دست آوردن رأی بیشتری تماشابینان غالب اعلان کرده شد. اکنون منیژه سنگین با ترانه روسکا ژنشینا در سبقت یورویدین که ماه می سال 2021 در شهر راتردام هلند برگزار می شود روسیه را معرفی خواهد کرد. پس از اعلان غالبیت منیژه سنگین با ابراز سپاس از هوادارانش گفت که این پیروزیش را به بیبیش می بخشد که همیشه به موفقیت او باوری داشت. قبل از این منیژه سنگین 14 دکبر سال 2020 سفیر حسن نیتی نمایندگی آژانسی سازمان ملل در امور پناهندگان در روسیه اعلان شده بود. منیژه سنگینی 29 ساله در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است. او قبلا با تخلص روکولا و ترانه روسی پرنیبریگایو در میان هوادارانش در کشورهای پسا شوروی نام برآورده بود. اخیراً او ترانه و نم آهنگ نیدا سلاویانکا را نشر کرد که درباره مشکلات حفظ هویت ملی در کشوری بیگانه قصه می‌کند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخطی خبرها همچون نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سومانی و 30 درم، 1 یورو 13 سومانی و 49 درم و 1000 روبل روسی 150 سومانی و 90 درم ارزش دارد. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخطی خبرها. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی نشر می‌شوند و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید.